الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده اما بعد اللهم زدنا علما ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحرمنا لله تعالی. امروز که باشد عزیزان دل، بنده به یک مشکلاتی که در بین جامعه دیده می شود خواستم در اطراف همون کم صحبت داشته باشیم. شاید همون برادرایی که به همین مشکلات گرفتار هستند راه حل مشکلات خود را دیده از این کار دست بکشند. ما سالهای گذشته بود اگر بنده اشتباه نکنم در بابت همون برادرایی که مردم را کار می‌فرمایند که به زبان روسی او را پسریدنیک میگویند، در بابت همین پسریدنیک‌ها کمی صحبت کردگی هستم و امروز بنده تصمیم گرفتم همون برادرها که به اصطلاح حاضر پسریدنیک میگویند برادر تاجیک خود را ما از وطن همون مبلغ کاری را معین میکنیم، همین مبلغ جای کار، ساعت کار، شرطایی که گذاشتگی هستیم که به مثل که 6 ماه یا 1 سال کار میکنی، همین مثلا پول حجت هایی که مبلغ حجت هایی که رسخود کردگی به تو برگردونده می شود، یعنی که ما او را پرداخت میکنیم، همه شرط و شرایطش در پیش میگذاریم و مبلغ چیپته هواپیمای او را خریداری میکنیم. به همه شرط و شروطهای ما اون میگوید راضی میشود و طرز کارم با او میگوییم و مقداری که از ساعت چند کار شروع میشد تا چندی بگاه رو همه را میگوید که با اون میفهمونیم و او برادر قبول میکند. لیکن وقتی که ما از این طرف مبلغ رو روان میکنیم بعضیشون مبلغ رو میگیرن، فریب میکنن، چیپتا نمیخرن یا که به روسیه میوین چکو میکنن، کمی کار میکنن و پلی کلانی که ما رسخود کردگیم در اون کارخونه مبلغ کلان رسخود کردگیم برای او شخصا، اونها کار مونده پنهانی از اونجا چکو میشن غیب میزنن. برادران عزیز، یک کمی هم که باشه کمی بسی فکر کنی که همه دعوا میکنیم که ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما یکی حقوق الله داریم و حقوق العبد داریم. حقوق الله نماز و روزه هسته، اگر الله به فضلش بگیره میبخشه، به عدلش بگیره عذاب میکنه بنده را. نه که حقوق العباد میگم برادران عزیز. حقوق العباد یعنی که حق بنده ها، وقتی شما حق اون برادراتون مثلا که فریب میکنید یا بگیم که به هر طریقی که فند و فریب میکنید از پیش اونها غیب زده به دیگه طرف میره، شما فکر کنید که حق اون مردم را خوردید و اون مردم را در یک حالت بد قرار میدید. از کجا من بعد اونها با شما اطمینان میکنه یا که به دیگر برادرها دیگر خوبی کردن نمیخواهند، به خاطر یک بدرفتاری یک برادر دیگر اونها نمیخواهند به دیگر خوب رفتار کنند. یکم اگر اونها حقشون نگذارن الله از شما نمیگذاره. برادران عزیز، مبادا که در همون حالتو چکو کنید جان خود را از دست بدهید و نزد الله چی جواب میگید؟ این برادرها رسخود کردن. و دیگر اینکه برادران اهل اسلام فراموش نکنید که یک حدیثی داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نشونه منافق 3 تا بیان میکند و در بعضی روایت 4 تا میگوید. اون یکمش که از سخن میگوید دروغ میگوید، سخن بزند دروغ میگوید. دیمش انسانی هستی که وعده کنه خلاف میکنه. عزیزان دل، منافق بسیار انسان خطرناک است، حتی در دوزخ، در پسترین جای دوزخ است. به همین خاطر پیامبر وقتی که این نشونه ها را میگوید، یعنی که سخن بگوید دروغ میگوید، وعده بدهد خلاف میکند، امانت بدهد خیانت میکند، امانت میتنش خیانت میکند و هر وقت یک برادر جنجال کند دشنام میدهد. و در آخر همین روایت پیامبر میگه صلی و صام، همین آدم نماز میخونه با روزه میگیره
پیامبر میگه هر وقتی که این خلق در شما باشد شما این خلق را ترک کنید که مبادا منافق نشید. عزیزان دل نگاه کنید که این وعده خلافی در اینجا در این مسئله من شما دیده می شود. ما او برادر وعده میکنیم، او چند سرگردان می شود. اینم ایروی مسلمانی نیست عزیزان دل. اگر در قرآن هم نظر کنیم الله متعال میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که به عهدی که کردی به عهدت پیمان کردی به عهدت وفا کن، یعنی عهد شکنی نکن. پیامبر باره هم قیم مشرکا عهد شکنی کردی نیست. حتی هم که حالتهای وزمین آمدگی است پیامبر لیکن عهد شکنی کردگی نیست. پیغمبر در مدینه منوره به امین، به آدم رازگو، امانتدار وعده را خلاف نمیکرد شناخته میشید. امروز چی رسیده است من شما را که اکثریت ما وعده خلافی میکنیم، اکثریت ما سخن میگیم دروغ میگیم. به همین خاطر عزیزان دل وقتی بخواهی که این برادرها با شما معامله خوب کنند، بخواهی که اینها هم همون بگیم که به اصطلاح حاضره بگیم پسرید نکای به انصاف باشند، شما هم باید به انصاف باشید. شما هم باید رنگ یک نمونه باشید. نمیشه که یک طرف خوبی برسه و ای طرف شما فقط خیانت باشه. دیگه او اطمینان به هیچ کس نمیکنه. با اگر اون پسرید نکایی که کمتر الله ایمان و توفیق شو داده باشه، به انصاف به ایمان باشند، به روز قیامت ایمان داشته باشند، با بعضیشون جوان مردی کرده شما را کمک میکنند، در بعضی حالتا بعضی کمکاتو میکنند، بعضی مشکلاتاتون را آسان میکنند، با بعضی برادرایی که کار نداره اونها را به جای کار تأمین میکنند. این همه وابسته از امانتداری شما است. الله متعال همه ایمان شما را توفیق و مسلمان واقعی با وفا بگرداند.